روز شنبه سلطان نوی عمان هیثم بن طارق آل سعید سوگند یاد نمود و وعده داد که این کشور ساحل خلیج عرب حمایت از منفعت مردم، آزادی های شهروندی، امنیت کشور و تمامیت ارضی آن را دوام می دهد. در پیامی که تلویزیون عمان نمایش داد، حاکم نوی این کشور ابراز داشت که سیاست همزیستی آسایشته با تمام ممالک روی عالم و حسن همجواری کشور تغییر نخواهد یافت. سلطان عمان به زحمت‌های حاکم پیشتر این کشور که در طول نزدیک به 50 سال ساخت معاصر دولت عمان را پایه‌گذاری کرده است، بهای بلند داد. حضرت صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعید بن تیمور رحمه الله. سلطان قابوس بن سعید بن تیمور خدا رحمتش کند، با این سخنرانی نمیتوان عادلانه دستاوردهای این انسان را قدردانی کرد. او بنیادگذار این کشور معاصر است که هم از طرف منقدان و هم از طرف مردم به وجد آمده تقدیر شده است. او لحظه تاریخی را پایه گذاشته است که در نظام حقوقی حمایت مردم و بنیاد آینده است که مردم در آرزوی آن بوده است. سلطان هیثم بن طارق آل سعید جانی سلطان قابوس است که روز جمعه گذشته در 79 سالگی درگذشت. به نوشته خبرگزاری ریترز، سلطان قابوس سال 1970 در نتیجه یک تبادلات خونین با کمک مستملکه‌دار پیشین عمان بریتانیا سر قدرت آمده بود. او فرزند نداشت. سلطان هیثم زمان قدرت را در عمان به دست می‌گیرد که کشور با میزان بلند بیکاری روبروست و از طرف دیگر تشنج میان ایران و امریکا و متفقش عربستان سعودی به اوج رسیده است.